سوره ممتحنه یعنی زنی امتحان شده در مدینه نازل شده است و از 13 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید، دشمنی من و دشمنی خود را به دوستی اختیار نکنید. شما با مشرکان طرح دوستی می افکنید و اخبار رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنان را به آنها می گوید و حال آن که آنها به سخن حقی که قرآن است بر شما آمده است ایمان ندارند و به خاطر آن که شما به الله پروردگار خویش ایمان آورده بودید پیامبر و شما را از مکه بیرون راندند. ای مؤمنان، اگر برای جهاد در راه من و طلب رضای من بیرون آمده اید، پنهاناً با آنها دوستی نکنید و من به هرچی پنهان می دارید یا آشکار می سازید آگاه ترم. پس همانا هر کی چنین می کند از راه راست خطا کرده گمراه گشته است. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر بر شما دست یابند یعنی ظفر یابند، برایتان دشمن باشند و برای آزار دادنتان دست و زبان میکشایند، یعنی با لط و کوب قتل و دشنام و مانند آن، و نیز دوست دارند که شما کافر گردید. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هرگز خویشاوندان و فرزندان شما به شما در روز قیامت چیزی را فایده نمی رسانند، گرچه شما به خاطر آنان با کفار دوستی و مهربانی ورزید. روز قیامت الله میانتان جدایی می افکند، پس اهل طاعت خود را به بهشت و اهل معصیت خود را به دوزخ داخل می کند و الله به آنچه می کند بیناست و چیزی از گفتار و عملهایتان بر او پوشیده نمی ماند. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من
شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هر آینه برای شما ای مؤمنان در زندگی ابراهیم و کسانی که همراه او از مؤمنان بودند سرمشق نیک است. آنگاه به قومشان گفتند هر آینه ما از شما بیزار و دور هستیم و از آنچه غیر الله می پرستید از شرک و بت‌هایتان به شما کافر و منکر شده ایم و میان ما و میان شما به طور همیشه دشمنی و کینه پدید آمد مادامی که بر کفر خود پایدارید تا به وقتی که فقط به الله ایمان آورید. مگر در این سخن ابراهیم به پدرش یعنی آزر گفت که حتما برای تو آمرزش طلب میکنم و در برابر الله برای تو اختیاری چیزی را ندارم. پروردگارا بر تو توکل کرده ایم و به تو روی آورده ایم و بازگشت همه روز قیامت به سوی توست. یعنی آمرزش طلب کردن ابراهیم علیه السلام در حق پدرش برای مؤمنان سرمشق نیکو نیست و به این سخن وی اقتدا کردن درست نیست، زیرا آمرزش طلب کردن ابراهیم علیه السلام در حق پدرش بنابر وعده بود که او به پدرش داده بود. اما چون برای ابراهیم روشن شد که پدرش دشمن الله است از وی بیزاری جست. سوره توبه آیه 114. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ای پروردگار ما را به سبب گناهمان برای کافران فتنه نگردان و آنها را بر ما غالب نگردان تا نگویند اگر آنها یعنی اهل ایمان بر حق می بودند به عذاب و خواری گرفتار نمی شدند. پس آنگاه این باعث زیاد شوی کفر آنان می شود و گناهان ما را بیامرز که هر آینه تو پیروزمندی هرگز مغلوب نمی شوی و در گفتار و کارهایت با حکمت هستی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هر آینه برای شما ای مؤمنان در زندگی ابراهیم علیه السلام و پیروانش سرمشق خوبی است. برای کسی که به دیدار الله و نجات روز قیامت امید دارد و هر کی اقتدا از پیامبران او روی گرداند و به دشمنان الله رابطه دوستانه کند، پس البته الله از ایمان و طاعت بندگانش بی‌نیاز است و در نزد دوستان و اهل طاعتش ستوده است. یعنی آنها نیکو پیشوای هستند برای شما، برای کسانی که به الله و روز قیامت امید دارند و هر کی روی گردان شود الله به احتیاج و صاحب شکر است. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. شاید الله در میان شما ای مؤمنان و در میان کسانی که با آنها دشمنی داشتید از خویشاوندانتان از مشرکان با توفیق دادن آنان به ایمان و قبول اسلام دوستی پدید آورد. الله بر همه چیز قادر است و الله برای بندگانش آمرزنده و مهربان است. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله شما را ای مؤمنان از نیکی کردن و عدالت ورزیدن به آنان
که با شما در دین نجنگیدند و از سرزمینتان بیرون نراندند باز نمی دارد. هر آینه الله کسانی را که در گفتار و کردارشان به عدالت رفتار می کنند دوست می دارد. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقط الله از دوستی ورزیدن با کسانی که با شما در دین جنگیدند و از سرزمینتان یعنی مکه بیرونتان راندند و از برای بیرون راندن شما دیگران را کمک و پشتیبانی کردند شما را منع می کند. و هر کی با آنها دوستی ورزد پس آن گروه ستمکارانند و از حدود مقرر کرده الله خارجند. یعنی او تنها شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما جنگیدند و شما را از دیارتان بیرون کردند و بر بیرون راندن شما به دیگران کمک کردند و هر کس با آنان دوستی کند آنانند که ستمکارانند. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله علیم حکیم. ای کسانی که با الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید چون زنان مؤمنی که هجرت کردند از دار کفر به دار اسلام به نزدتان آیند پس آنها را آزمایش کنید تا از حقیقت ایمانشان آگاهی پیدا نماید. الله به حقیقت ایمانشان داناتر است. پس اگر دانستید از ظاهر حالشان که ایمان آوردند آنان را به سوی کافران باز نگردانید، زیرا اینها مؤمن زنها بر نکاح مردان کافر حلال نیستند و مردان کافر نیز بر نکاح آنها حلال نیستند. و آنچه را شوهران کافر در حق زنانی که به سوی شما رفتند خرج کردند به آنها بدهید و اگر آنها را نکاح کنید و مهرشان را بدهید گناه بر شما نیست و زنان کافر خود را نگاه ندارید. و شما نیز ای مؤمنان هرچی خرج کرده اید به زنانی که از نکاح شما بیرون رفتند از مردان کافر هرچی مهر را طلب کنید و آنها نیز هرچی صرف کرده اند در مهر آن زنانی که به نکاح شما در آمدند از شما طلب کنند. این حکم الله است. الله میان شما حکم می کند پس حکم الله را مخالفت نکنید و او دانا است. هیچ چیز بر او
پوشیده نمی ماند و حکیم است در گفتار و کارهایش. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. و اگر یکی از زنان شما مرتد شد و به کافران پیوست و کافران مهری که شما در حق آن زنان صرف نموده اید به شما ندادند و آنگاه شما در جنگ بر آنان پیروز شدید و به انتقام از کافران برخاستید، پس از اموال غنیمت گرفته شده به کسانی که زنشان به سوی کافران رفتند مانند آن چیزی که خرج کردند در مهر آن زنان بدهید و از الله که به او ایمان دارد بترسید. یعنی لازم است بر مسلمانان از مال غنیمت قبل از تقسیم آن به او بدهند. تفسیر سعدی. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم. ای پیامبر، اگر زنان مومن نزد تو آمدند تا بیعت یعنی عهد و پیمان کنند به این شرط که هیچ کس را با الله برحق در عبادت شریک نکنند و چیزی را دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را پیش یا بعد از تولد نکشند و فرزندان را که از شوهرانشان نیستند به دروغ به آنها نسبت ندهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، پس در این صورت با آنها بیعت کن و برایشان از الله آمرزش بخواه که هر آینه الله برای بندگانی که توبه می کنند آمرزنده و مهربان است. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، با مردمی که الله بر آنها خشم گرفته است دوستی نکنید. اینها به سبب کفرشان از رحمت الله و ثواب آخرت ناامید شدند، همچنان که آن کافرانی که در گور خفته از حقیقت کار واقف شدند و با علم یقین دانستند که از ثواب آخرت ناامید هستند. شما سوره ممتحنه یعنی زنی امتحان شده را شنیدید. در مدینه نازل شده است و از 13 آیت عبارت است.